یک جزرانمند سرکی جنجام بردومان فروکین ترکیه لسنوری قازا آمدی دورین گزارینه. یک جوان دوراجی هاوینگه ها بیاوه اکو دکویت قنطارا چیای گاری. جبرکو چندی اینجا را گوندن دکوین سنوری وی چیای هاتینا بردومان کرن. و دنها دواکو خلق دیویژن صادی نوز جتر سافروکین ترکیه خلق قصتاوان جهان ناکن. نزدیک سالا که واسه اف طیارت اکو بیجنیت دولت ترکیه و انا کن عالمک در کفید بخو. هفت سیران جهتو صاحب خوشی کل منطقه ما هی ام نبرین در کفین بروان طیاره. عشان بجمعت نوت الصادق تأثیر یال جهت ما سیاحی ترکیه کردن. بیاوه یعنی هک بیشین بری چند ساله که الویرج خلکی ندکر بس نوکش بر فروکن جنگی ترکانه بیاوه ندفرا نیروی کان گلک جهندین گشتو گذاری یعنی شما محروم کرینو که وک ام حالاتین دفرا امیدیه. یک جهالاتین گنده بیاوه جدی بیجید سالانه اف جهه دوی دمی دایه پر بوشی گشتیاران. لدنها دا بتبلين دستاد هنا هجمارتين نه خلک گنده مبتنی خلک عالمه که اوید اندی منطقه شمالینا یه کردستانینا همی عدا اردکی سیاحی هبید عالمه نشد قسکته یه تحصیل لیتکن خلکی ترسینن یه کجن یه توپات آوینه یه طیاره رامی لیتکن خلکی خدا پاش نویرن بین اولان تقریبا اف سال آخر پتر همین سالا یه تحصیل لیتکن جبر مترسیا وان جهان دنا دا خلق قصد جهه نزیک دکن روجان بیودانه دا وکو هاوینگه ها سیلاوی و شکفتاینش که و هنجه هندی اندناوا باجرا دا بردامی ها بردومان کرنا فروکن جنگی ان ترکیه بسنوری قازا آمدی کارته کرنا که اکجال گشتو گذارا بکریه تایبت او جهن بسروشتی خوبت گذاری وکو هاوینگه ها بیاوه خلق جدی بیشن بردامی ها بردومان فروکن جنگی ان ترکیه جلاکی و قیران درای جلاکی دیوه کارته کرنا گشتیارا کریه نهاتو رماری انارتی هاوینگه ها بیاوه سنوری ناحیه دیرلوک